توی درخت پسته شاخه‌های پایین خیلی برای ما مهمن. شاخه‌هایی که زاویه 45 درجه داره. قرار نیست شما تراکتور دقیقاً تا کنار درخت بره. این شاخه‌ها رو وقتی میزنید بیشترین باری که درخت پسته به شما میده همین شاخه‌های پایینه. الان شاخه‌های بالا رو نگاه کنید، شاخه پایین رو هم تفاوت محصولش رو ببینید. این شاخه‌ها هم سنگین‌تر میشه پسته، هم آفتاب سوختگی کمتری پیدا میکنه تا اون شاخه‌ای که تو سرشه. درخت پسته شما باید این حالتی هرس بشه که شاخه‌هایی که خیلی میرن بالا اونا کم کم سربرداری بشه، سرشون زده بشه، ناخونک‌های شاخه‌های پایین نگه داشته بشه، درخت شما حالتی باشه که هر شاخش روی شاخه دیگه‌اش سایه میندازه. اینجوری درخت پسته شما هم پستهش آفتاب دیگه نمیسوزونه، همین که پسته سنگین‌تر میشه و شاخه‌های پسته پرتر میشه. بهتری داره. آره، یه دلیل دیگه‌ش هم اینه که جاذبه زمین اجازه نمیده شیره سلولی این همه بالا بره، به خاطر جاذبه است. جاذبه زمین تو این شاخه‌هایی که این حالت موازی با جاذبه دارن بهتر مواد غذایی رو میرسونه. برای همین اینا هم پرتر میشن، هم پسته سنگین‌تری رو بهتون میده، هم خندون‌تر میشه. اصلا شاخه‌های پایین رو نزنید، دست درخت شما همین شاخه‌های پایینه. قرار نیست پیست اسکی تراکتور درست کنید.